سلام و وقت بخیر. بدون صحبت اضافه ای میرم سر آموزش. امروز میخوایم فاز انگیزشی رو مورد بررسی قرار بدیم، جزئیاتش رو، قوانینش رو، قواعدش رو و ایشالله اگه بتونیم فاز انگیزشی رو ببندیم امروز. ببینید فاز انگیزشی که جلسه قبلا باهاش در موردش صحبت کردیم که یک 5 موجیه و حرکت روندار بازار رو داره نشون میده، یعنی در جهت روند اصلی بازاره. فاز انگیزشی به طور کلی دو دسته است. فاز انگیزشی دو دسته است، یا امواج پیشرو هستن یا امواج مثلث‌های قطری هستن. امواج پیشرو پس اینجوری یا پیشرو هستن یا قطری هستن. خب که اینا با هم دیگه فرق میکنه، هر کدومشون یه ویژگی هایی داره. پیشروها دو دسته هستن، یا ناقص یا شکست خورده هستن یا گسترده یا گسترش یافته هستن. خب که هر کدوم رو میخوایم توضیح بدیم. اول تمام پیشروها رو توضیح میدم که چه ویژگی هایی دارن، بعد میریم سراغ این که هر کدومش، یعنی ناقص چه ویژگی هایی داره، گسترده چه ویژگی هایی داره. خب اینا رو پاک میکنیم. همونطور که قبلا هم گفتیم امواج پیشرو از 5 موج ساخته میشه. پس 5 موجیه. موج 1، 3 و 5 خودشون باز پیشرو هستن و میتونن از 5 تا زیر موج دیگه یا ریز موج دیگه ساخته بشن. 2 و 4 خودشون اصلاحی هستن و میتونن از 3 تا ریز موج دیگه ساخته بشن. این تا اینجا. موج 1 که تموم میشه و خودش 5 تایی میتونه باشه، بعدش یک حرکت در جهت خلاف اون که این حرکت احتمالاً هم کوچیک هستش شکل پیدا میکنه که موج 2 هست و این موج 2 نمیتونه از ابتدای موج 1 پایین تر بره، یعنی نهایت میتونه تا 99% موج 1 رو اصلاح کنه، نه بیشتر. اگر یه چیزی رفت پایین تر موج 2 نیست، 1 و 2 نیستن. خب موج 3 که خودش باز هم پیشرو هست و میتونه 5 تا ریز موج دیگه داشته باشه، عموماً بلندترین موجه عموماً و مومنتوم بالایی داره، چون اینجا حجم معاملات زیاد میشه و مومنتوم بالایی رو داره. خب و اینکه این موج 3 نسبت به موج 1 و 5 که خودشون هم پیشرو هستن، این موج 1 موج 3 نمیتونه کوتاه ترین باشه بین این 3 تا. الزاماً بلندترین نیست ولی نمیتونه کوتاه ترین باشه، این نقص میشه. اگر دیدی کوتاهه یعنی هنوز ادامه داره، یعنی هنوز تموم نشده، پس نمیتونه از موج 1 و 5 کوتاه ترین باشه جز تو اینا. خب این تا اینجا. بعد از موج 3 یه حرکت دوباره کوچیک خلاف جهت داریم که موج 4 هستش. این موج 4 نمیتونه موج 3 رو به طور کامل اصلاح کنه، اصلا نباید موج 3 رو به طور کامل اصلاح کنه و همچنین توی الگوهای پیشرو این موج 4 نمیتونه با موج 1 همپوشانی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این نمیتونه تا اینجا که 1 هست اینجا بیاد تموم شه، تا اینجا نمیتونه، باید اینجاها بیاد تموم شه بره بالا. خب پس چی شد؟ موج 4 هم نمیتونه موج 3 رو به طور کامل اصلاح کنه، هم اصلا نمیتونه هم پوشانی داشته باشه با موج 1 و 2، یعنی نه میتونه وارد 1 بشه نه 2، یعنی توی این محدوده نمیتونه موج 4 قرار بگیره. خب این تا اینجا.
البته این تو موج الگوهای پیشرو، الگوهای فاز انگیزشی پیشرو اینجوریه ها. توی قطریا میتونه بیاد پایین، اینجا این همپوشانی ها خواهد داشت. توی پیشرو فقط نمیتونه بیاد. خب بعد موج 5 باید از موج 4 بزرگتر باشه. موج 5 باید از موج 4 بلندتر باشه، یعنی در واقع در بیشتر مواقع بلندتره. اگر بلندتر نباشه اون پیشرو ناقص به حساب میاد. اگر بلند نباشه، از اینجا بالاتر نره، این پیشرو ناقص به حساب میاد. موج 3 هم باید از موج 2 بلندتر باشه و این بره بالاتر. خب اینم باید بره بالاتر تو پیشرو، اما یه جاهایی هستش که این بالاتر نمیره، اینجا برمیگرده. خب که اون میشه قسمت پیشرو ناقص یا پیشرو شکست. اصلا ویژگی پیشرو ناقص یا شکست خورده اینه که اینجا به این اندازه بالا نمیره، میاد پایین از همینجا. ولی به طور کلی پیشروها رو میگیم که این از این عبور میکنه. خب و باید از این انتهای این 3 باید بالاتر بره. طبق یه اصل کلی هم کل این ساختاری رو که داریم در نظر میگیریم باید اصل تناوب توش رعایت بشه. اصل تناوب چیه؟ من الان یه چند تا اصل باید بعد این حالا توضیحات بهتون بگم که بدونید. اصل تناوب مربوط به اصلاحی هاست. یعنی داره چی میگه؟ به طور مختصر بخوام بهتون بگم، اصل تناوب میگه که موج 2 و موج 4 این دوتا نمیتونن ساختار یکسانی داشته باشن. اگر این ساده است این باید پیچیده تر باشه، اگر این پیچیده تره این باید ساده تر باشه، اگر این زیگزاگه این باید مسطح باشه، اگر این مسطحه این باید مثلا یه چیز دیگه باشه. عین هم نمیتونن باشن. خب ما در مورد اندازه و ایناش صحبت نمی کنیم، ما داریم در مورد ساختار درونیش صحبت میکنیم. خب این دو تا باید تناوب داشته باشن. اصلا یعنی این یه چیزه، این یه چیز دیگه است. بعد بعدی اگه مثلا یه جای دیگه ما یه جایی مثلا 2 تا 3 تا فرض کن مثلا این الان ما داریم توی یه دونه 2 تا داریم اصلاحی رو با هم در نظر میگیریم. فرض کن یه دونه اصلاحی داری، من اینو کامل پاک میکنم. فکر کن یه دونه اصلاحی داری که از چند تا اصلاحی ها میتونن از چند تا اصلاحی ترکیب با هم دیگه ساخته بشن. مثلا یه زیگزاگ داری، بعد پشت بندش میاد یه مثلث میخواد شکل بگیره. خب مثلا اینجوری این زیگزاگ و مثلث با هم دیگه یکی نیستن. مثلا یه دونه زیگزاگ داشته باشی دوباره بخواد یه زیگزاگ دیگه ساخته بشه، این خیلی اصلا باید این مدلی نباید بشه، به این شکل نباید پیش بیاد تقریبا میشه گفت. خب باید تناوب، یعنی یا حداقل این زیگزاگ مثلا ساده است، خب این زیگزاگ باید چیزتر باشه، پیچیده تر باشه، نمیتونه عین هم دیگه باشه. عین هم دیگه باشه قانون تناوب نقض میشه. قانون تناوب خیلی مهمه توی الگوهای اصلاحی. مثلا این میمونه که مثلا با سینوس کوسینوس بخوایم ما اصلا این امکان نداره تو سینوس کوسینوس اینه، یکیش اینوریه یکیش اینوریه، تناوب دارن. مثلا بخوام مختصر به حالت عمومی بگم اینجوری میشه مثالش زد. پس شد چند تا چیز توی پیشروها. موج 2 نمیتونه تا اینجا بیاد و نهایتا 99% موج 1 رو بتونه اصلاح کنه. موج 3 بلندتر از موج 2 و باید بالاتر بره. موج 3 بین 1 و 5 نمیتونه 1 3 5 یعنی 3 نمیتونه کوتاه ترین موج باشه، معمولا گسترده ترین موجه چون که مومنتوم اینجا زیاد میشه. موج 4 نمیتونه کل موج 3 رو اصلاح کنه و همچنین تو الگوهای پیشرو نمیتونه وارد موج محدوده قیمتی موج 1 بشه. بعد عرضم به خدمتتون موج 5 معمولا از موج 3 فراتر میره مگه اینکه پیشرو شکست خورده باشه. اگر شکست خورده باشه از همینجا برمیگرده، ولی اگر معمولی باشه این باید بره بالا. و اینکه این دوتا هم باید تناوب رو درشون رعایت بشه، این دوتا اصلاحی ها. این تا اینجا این شد قوانین کلی موجهای پیشرو. موجهای پیشرو کجاها دیده میشن؟ موجهای الگوهای پیشرو کجاها دیده میشن؟ توی خود موج 1،
یعنی تو موج 1 خودش میتونه این باشه، فرکتال. موج 3، موج 5، موج آی اصلاحی و موج سی اصلاحی، اینا هم میتونن پیشرو باشن چون 5 تایی هست، ساختارشون 5 3 5 3 هستش، 5. خب پس این و اینم میتونه باشه، اینا امواجی هستن، این امواج پیشرو هستن، این امواج پیشرو اینجاها دیده میشه. خب این تا اینجا. هر وقت این ویژگی هایی که گفتیم رو این امواج نداشتن، یکیش هم نداشت، دیگه اون موج پیشرو نیستش. خب میخوایم دو تا قانون رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم، آشنا بشیم، در مورد این قانون ها بیشتر بدونیم. یه قانون همپوشانی داریم، دو تا قانون. پس قانون همپوشانی و قانون یک، قانون همپوشانی 2، قانون تناوب. خب قانون همپوشانی چی میگه؟ طبق قانون همپوشانی امواج پیشرو دو دسته میشن خودشون. امواج پیشرو دو دسته میشن. ما گفتیم به طور کلی امواج پیشرو دو دسته هستن، یا ناقص و شکست خوردن یا گستردن. اما طبق قانون همپوشانی یه جور دیگه داره پیشروها رو تقسیم میکنه، یا روندارن یا انتهایی‌ان. خب ساختار یا روند دارن یا انتهایی‌ان، پیشرو روندار یا پیشرو انتهایی. اینو قبلا براتون یه توضیح دادم، انتهایی. روندار ساختارش به صورت 5 3 5 3 5 3 اینجوریه. خب ساختار انتهایی، پیشرو انتهایی 3 3 3 3 اینجوریه. خب حالا شکل از چه ویژگی دارن، از چه نظر دارن تقسیم بندی میشن؟ از نظر اینکه موج 4 همپوشانی داره با موج 1 یا نداره. اگر موج 4 با 1 همپوشانی نداشته باشه میشه روندار و به صورت 5 3 5 3 5 هستش. اگر موج 4 با 1 تناوب چیز داشته باشه، همپوشانی داشته باشه، اینجوری میشه اینجوری. اینجا همپوشانی داره 4 با 1، میشه 3. یعنی ساختار این اینجوریه 3 3 3 3 3. یه وقتایی میایم توی نمودار داره مثلا این میره بالا. خب بعد انتهایی ها از اسمش مشخصه دیگه، انتهای روند شکل میگیره. انتهای روند، مثلا شما یه دونه اگر فاز یه دونه پیشرو بزرگ رو در نظر بگیری، این انتهایی اینجا دیده میشه، اینجا دیده نمیشه، اینجا دیده نمیشه، این ته دیده میشه. خب بعد شما عادت دارین ستایی میشمارید دیگه، میگین این 3 تا زیر موج داره، این 3 تا زیر موج داره. بعد یهو میبینی اینجا اوکی این 3 تا زیر موج داره، ولی هر کدومشون هم 3 تا زیر موج داره، 5 تایی نیستن دیگه، 3 تایی هن. بعد شما تو شمارش اذیت میشی، یهو میبینی متوجه نمیشی من دنبال سومی دارم میگردم، چرا این دوتا شد، اون دوتا شد، یعنی 3 تا شد به جای اینکه 5 تا بشه. یعنی منظورم از دوتا اینه ها. ببین منظورم اینه، دوتا منظورم اینه که 1 2 3 این شد 1 2 3 این شد 3. بعد یهو میبینی شد 1 2 1 2 1 2. خب اینا هم خودشون 3 تا قله داره. خب میشه 1 2 3 4 5. این 3 تاییه، اینم 3 تاییه، اینم 3 تاییه، اینم 3 تاییه، اینم 3 تاییه، ولی 5 موج است. ساختار 3 3 3 3. خب بعد میگه خب این 1 2 این اینجوری میشه 1 2 3. بعد میاد پایین اصلاح 2.
موج 1 این اصلاح 2. بعد تو فکر میکنی این تازه میخواد بره بالا اینجا 1 بشه، تو شمارش اشتباه میکنی. پس بدون که انتهایی ها کجا متوجه میشی؟ موقعی که موج 4 شکل میگیره و میاد موج 1 رو تحت شعاع قرار میده، میفهمی که ای انتهایی بوده، باید 3 تا 3 تا یعنی 2 قله 2 قله بشماری، نه 3 قله 3 قله. آها، امیدوارم که متوجه شده باشین چی گفتم. حالا اگر متوجه نشدین برای من کامنت بذارین، من باز توضیح میدم. این تا اینجا. پس قانون همپوشانی داره در مورد همپوشانی موج 1 و موج 4 صحبت میکنه. اگر این اومد تو دل این، خب اینا ستایی‌ان، اینا ستایی‌ان، اینا ستایی‌ان، اینا ستایی‌ان، مثل اینا میمونن ستایی‌ان. خب و موج انتهایی اگه نیومد این تو دل این، خب اینا پیشروان، این 5 تاییه، اینم 5 تاییه، اینم 5 تاییه، اونا هم که اصلاحی ستایی‌ان. این خیلی مختصر و مفید. خب یه قانون هم داریم، قانون تناوب. الان گفتم بهتون کلا قانون تناوب، تئوری الیوت بدون قانون تناوب فایده‌ای نداره، اصلا قابل بررسی و استفاده نیستش. توی این قانون چی میگه؟ میگه وقتی 2 تا موج مجاور هم هستن، خب یا متناوب هستن، از 1 درجه هستن، یعنی مثلا توی همون اصلاحی که من گفتم بهتون، این یه زیگزاگه، بعد میخواد بیاد یه دونه مثلا یه بی هم میزنه، این مثلا آ، این ب، خب هر کدوم از اینا آ، بذار اینجوری، منظورم اینه ها، ببین آ ب س، این یه اصلاحیه، این اصلاحیه آ ب س. حالا این خودش میتونه ستایی باشه، یه زیگزاگ مثلا باشه، خب یه زیگزاگه، بی هم خودش ستاییه، این هم مثلا یه مسطحه، خب بعد اینم مثلا یه مثلثه. خب اینا باید، اینایی که مجاور هم دیگه هستن، یا داریم در مورد اینایی که مجاور هم دیگه هستن صحبت میکنیم، یا اونایی که توی پیشرو متناوب، یعنی این 2 تا اصلاحی ها، یا اینایی که کنار هم دیگه هستن، یا اینایی که توی مسیر پیشرو هستن، با هم دیگه هستن. اینا باید و از 1 فاز هستن. فاز منظور چیه؟ مثلا اینو داری توی 1 ساعته میبینی، اینم داری توی 1 ساعته میبینی. خب اینو توی 1 ساعته نمیبینی بری اینجا یه چیزی ببینی توی 5 دقیقه، این به این ربطی نداره. خب اینو توی 1 ساعته میبینی، اینم توی 1 ساعته، هم فازن با هم دیگه، موج هاشون توی یه بازه، توی یه دونه تایم فریم دارن دیده میشن، توی یه تایم فریم دارن مورد بررسی قرار میگیرن، خب میشه هم فاز. خب اینا باید با هم دیگه قانون تناوب داشته باشن. قانون تناوب داره چی میگه؟ قانون تناوب میگه این 2 تا موج باید 2 تا 3 تا هرچی این موجایی که کنار هم دیگه یا اینکه اینجوری دارن متناوب با هم دیگه مقایسه میشن، باید از لحاظهایی مختلف، مشخص و منحصر به فرد باشن، عین هم دیگه نباید باشن. خب از چه لحاظهایی حالا مورد بررسی قرار میگیره و بهتون میگم که دقیقاً کدومش مهمتره. خب از نظر قیمت میتونه این بررسی مورد مقایسه قرار بگیره، یعنی قیمتشون نباید عین هم دیگه باشه، منحصر به فرد باشن. خب از نظر زمانی مورد بررسی قرار میتونه بگیره. از نظر شدت، یعنی شدت حرکتشون نباید عین هم باشه، یا مثلا تو موج 2 و 4، مثلا تو موج 2 و 4 دوتاشون نباید عین هم دیگه برگردن و موج قبلیشون رو اصلاح کنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا این موج 2، این موج 4. خب این اومده تا مثلا 80% موج 1 رو اصلاح کرده، این اومده تا 30% موج 3 رو اصلاح کرده. این تناوب برقراره. ولی اگه اینم بیاد تا 80% بخواد برگرده، این میشه دوتاشون میشن عین هم دیگه. خب حالا این خیلی مهم نیستش، فقط گفتم متوجه باشه. خب یکم پیچیدگیشونه. 4 پیچیدگی یعنی تعداد زیر موج هاشون، ریز موج هاشون، تعداد زیر واحد های موجود توی اون الگو نباید عین هم دیگه باشه. خب باید متفاوت باشه با هم دیگه. بعد ساختارشون، خب یعنی مثلا یکیش مثلا مثلثه، یکیش مثلا زیگزاگه، یکیش مسطح، یکیش مثلا زیگزاگ طویله، یکیش مثلا زیگزاگ ناقصه.
خب باید عین هم نباشن. خب مثلا اگر توی مثلا 2 زیگزاگ اتفاق افتاده، تو 4 دیگه نباید زیگزاگ اتفاق بیفته، تو یه چیز دیگه باید اتفاق بیفته. به این میگن قانون تناوب. بهتر بگم قانون تناوب میگه این 5 تا مورد بررسی قرار میگیره تو قانون تناوب. خب به چه موجهایی میگیم متناوب هستن؟ به موجهایی که حداقل یکی از اینها متناوب باشن، یعنی یا قیمتاشون متفاوت باشه، یا زماناشون متفاوت باشه، یا شدتشون با هم فرق کنه، یا پیچیدگیشون با هم فرق کنه، یا ساختارشون با هم دیگه فرق کنه. یکیش هم باشه کفایت میکنه. قانون تناوب اوکی شده. این تا اینجا. خب پس قانون تناوب، چند تا قانون داشتیم تا اینجا. قانون تناوب، قانون همپوشانیه، یه قانونم جلسه پیش گفتم بهتون چی بود خودم یادم رفت. فعلا همین. جلسه پیش قانون همانندی رو گفتیم. قانون همانندی میگفتش که 2 تا موجی که برای اینکه ریز موج و موج رو از همدیگه تشخیص بدیم، موج اینجوریه که 2 تا موجی که در کنار هم دیگه هستن نهایت مثلا میتونه 1/3 مثلا کوچیکه 1/3 بزرگه باشه. اگه خیلی کوچیک‌تر باشه این دیگه ریز موج نیست. این میشه قانون همانندی، یعنی از نظر قیمتی و زمانی باید شبیه هم باشن. خب حالا یا قیمتی یا زمانی. توی موج‌های پیشرو که روند بازار رو داره نشون میده باید از نظر زمان شبیه هم دیگه باشن. توی موج‌های اصلاحی باید از نظر قیمت شبیه هم دیگه باشن. مثلا نمیتونه قانون همانندی میگفتیم این اتفاق نمیتونه بیفته که این آ باشه این ب باشه این این خیلی بزرگتر از اینه، 3 برابر اینه، پس این اتفاق نمیتونه بیفته. این پس 3 تا. یه قانون برابری هم داریم، حالا بعداً دوباره به فرصتش گفته میشه. تو گسترده ها، تو پیشرو گسترده اینو باید بگیم فکر میکنم. خب اینم از این. من دارم در واقع پشت سر هم من سعی کردم که همه اطلاعات رو پشت سر هم و هر کدوم رو تو جایگاه خودش بگم تا اون تشویش ذهنی به وجود نیاد، چون خیلی اینا چیزای ساده این. خب در کنار هم دیگه قرار دادنشون مهمه. مثلا جدول ضرب خیلی راحته، ولی وقتی تو مثلا دو تا رو یاد بگیری، بعد دو تا 2 3 تا 2 4 تا 2 5 تا رو یاد نگیری، بری یهو 5 3 تا رو یاد بگیری، خب همش گیج میزنی، نمیدونی این جدول ضرب کجا استفاده میشه. تو باید یک 2 تا، 1 3 تا، 1 4 تا، 1 5 تا اینجوری یادش بگیری. خیلی ساده است. 1 ضرب در 1 یا 2 ضرب در 4 خودش خیلی ساده است، ولی وقتی پشت سر هم دیگه و در کنار هم دیگه قرار میگیره میشه جدول ضرب و واسه اون بچه دوم ابتدایی سوم ابتدایی سخت میشه و تو باید اینو کامل یاد بگیری در کنار هم و متناوب در واقع و پشت سر هم یاد بگیری تا بعداً توی پیش دانشگاهی دیگه اصلا ضرب و تقسیم برات اهمیتی نداشته باشه، بری سراغ انتگرال و دیفرانسیل. خب اینه که سخت میکنه آموزش ترید رو، وگرنه خود ترید اصلا کار اصلا، یعنی آموزشش هیچ کار به جزئه که در نظر بگیری اصلا پیچیدگی نداره. شما به هیچ عنوان توی 20 سالگی فکر نمی کنی که 5 ضرب در 12 مثلا سخته، به هیچ عنوان اینو فکر نمی کنی، ولی بچه ابتدایی اینو فکر میکنی چقدر سخته، چقدر پیچیده است. در کنار هم دیگه باید اینا رو بچینی بری جلو تا منسجمش کنی تا اون کارخونه‌ای که ساختی، کارخونه بازار، اون کارخونه کامل دستت باشه، پیچ و مهره‌هاش همش دستت باشه. در واقع اینا پیچ و مهره‌های اون کارخونه هستن، دستگاه‌های کوچیک اون کارخونه هستن که داره کل کارخونه رو شکل میده. خب گفتیم که الگوهای پیشرو یا ناقصن یا ناقص و شکست خوردن یا گستردن. میخوام الان اینا رو براتون توضیح بدم. ناقص همونطور که گفتم موج 5 نمیگذره از موج 3، کوتاه میشه قدش. خب این موج پیشرو عادی مونه. من اینو پاک کنم کلش پاک میشه. آره
این ناقصه. اینجوری بذارم، بازم بلند شد. اینجوری بذارم، از این بالاتر نمیره، از این 3 بالاتر نمیره. ببین موج ناقص همون موج پیشرو دیگه، همه ویژگی های موج پیشرو رو داره، فقط و فقط موج 5ش بالاتر از موج 3 نمیره. یعنی چی؟ یعنی موج 1 5 موجیه، موج 2 اصلاحیه، پایین تر از این نمیاد، نهایت 99% اصلاح میکنه. موج 3 از موج 2 باید بالاتر بره. موج 3 از این دوتا موج 1 و 5 نمیتونه کوتاه‌تر باشه، کوچکترین باشه، چون مومنتومش بالاترین موجه. موج 4 بعد از موج 3 شکل میگیره، نمیتونه تا اینجا بیاد، نمیتونه با 1 هم پوشانی داشته باشه. و موج 5 نهایتا اینکه نمیتونه از موج 3 بالاتر بره. و علت این چیه؟ علت داره اینو میگه من بازار هستم، بازاری که در جهت خلاف روند میخوام به شدت حرکت کنم، زور ندارم تا اینجا برم بعد برگردم، از همینجا قل میخورم میام پایین. و وقتی که موج 5 گسترده داریم، بازار کل این مسیر رو باید اصلاح کنه و بیاد تا اینجاها. باید کل مسیر رو اصلاح کنه و بیاد تا اینجا. این خیلی چیز خوبیه. ما وقتی مطمئن شدیم که این موج تکمیل شد، ریز موجهاش تکمیل شد، از همینجا برگشت، از اینجا که بگیریم ما مطمئنیم تا اینجا میاد، مطمئنیم اینجا بر نمیگرده، تا این ته میاد. خب این از این. قانون تناوبم بازم باید بین این دوتا باشه، بین 2 و 4. و دیگه چی بگم بهتون؟ این همین. کجاها شکل میگیره این موج شکست خورده؟ موج شکست خورده فقط ته مسیر اتفاق میفته، چون داریم میگیم بازار میگه من از اینجا میخوام بریزم با شدت. پس ته مسیر یعنی یا تو موج 5 رخ میده، یا از اون طرف تو موج 3 رخ میده، یعنی آب 3. خوشگل کنیم شکلمونو. موج 1 2 نشد دیگه، میخوایم ناقص بکشیم. 1 2 3 این تا اینجا. خب این موج این 1، این 3، این 5، این 2، این 4، این با این فاصله داره. خب بعد میاد پایین اینجوری بکشم، ب 3. حالا نمیگم دوتاش با هم رخ میده ها، اصلا یه چنین حرفی نمیزنم. الان من دارم دوتا رو با هم دیگه میکشم که توضیح بدم. ببین یا تو 5 رخ میده، چون میخواد بازار اینوری هوری بریزه پایین. خب یا تو ب 3 رخ میده اینجا، که از اینجا بازار میخواد هوری بره بالا. گرفتی؟ یعنی فقط تو این دوتا ما پیشرو ناقص داریم، همون جوری که پیشرو انتهایی هم فقط تو این دوتا ما داریم. حالا ناقص همون 5 3 5 3 5، ولی پیشرو انتهایی 3 3 3. این دوتا رو قاطی نکنید، دوتا چیز مختلفن. این تا اینجا. حالا میخوام در مورد موجهای گسترده صحبت کنم. موجهای گسترده همون موج پیشرو دیگه، موج پیشرو گسترده. موجهای گسترده اینجوریه، این موج 1، این موج 2، این موج 3. خب میگه موج 1 توی یه حرکت پیشرو، توی یه فاز انگیزشی، موج 1 یا موج 3 یا موج 5 یکیشون گسترده میشه، کش میاد، طولانی تر میشه، خب طویل تر میشه.
این به معنای این نیستش که ریز موج‌های بیشتری داره ها، ممکنه ریز موج‌های بیشتری هم داشته باشه، ولی ممکنه تک فاز باشه. دیدی یه وقتایی بازار اینجوری میره بالا، به هیچی هم محل نمیندازه، وسطش یه دیگلی هم نمیزنه، همینجوری میره بالا. اون موج گسترده است، گسترش یافته. خب ممکنم هست ریزبخش هاش هم گسترش پیدا کنه، اینم ممکنه، اما ممکنم هست گسترش پیدا نکنه، یعنی پیچیده تر نشه. ممکن مثلا اینجوری ممکنه باشه، مثلا 1 2 3 این موج 1، بعد موج 3 اینجوری میره بالا، هیچی هم نداره توش، هیچ ریزبخش هیچی نداره. بذار خوشگل بکشمش، همینجوری میره بالا. بعد میاد موج 2 رو 4 رو میزنه، بعد موج 4 که خورد، موج 5 دوباره اینجوری میشه. این امکانش هست. اینجا این گسترده شد، ممکنه این گسترده بشه، ممکنه این گسترده بشه، هیچ فرقی نمیکنه. ولی اگرم هر کدوم از اینا هم گسترده شدن، موج 3 باز نمیتونه کوتاه‌ترین باشه بین سه تاشون. یعنی اگه 5 گسترده شد، قطعاً 1 خیلی کوچولو باید باشه، چون 3 باید این وسط باشه. یا مثلا 1 گسترده شد، 3 هر چقدر شد، 5 باید از این 3 کوچولوتر باشه، وگرنه سیستم میریزه به هم. 3 نباید کوچیکترین باشه. این تا اینجا. خب پس گسترده میشه یکیش افزایش طول داشته باشه، میتونه هم پیچیده تر باشه، میتونه که پیچیده تر باشه. حالا ما یه جایی میبینیم این یکه، میخوام 3 رو گسترده براتون در نظر بگیرم. 3 اینجوری میشه، 3 میشه 1 2 3. حالا بیاین شماره گذاری کن. این چی بود؟ این 1، این 2. توی این قسمت من چون خودم کشیدم میدونم الان فل بدایه، میدونم اینجا 3، اینجا 4، اینجا 5. موقع رسم، موقعی که بازار داره شکل میگیره، ما نمیفهمیم، باید بشماریم. خب اینجا الان این 1، این 2، این 3، این 4، این 5، خود این 3 است. اینجوری بکشم بدونی فرق داره. خب الان توی این 3، این 3 گسترش یافته. اینا مهمه، این که موج 3 من گسترش یافته توسط ریزموج چند خودشه. موج 3 من الان گسترش یافته توسط ریزموج 3 خودشه. پس این 4 تا کجا میتونه برگرده؟ اینو در آینده میگیم که این تا کجا میتونه برگرده، این میخواد چقدر برگرده. این با یه دونه زیگزاگ برمیگرده یا وقتی رفت بالا دوباره برمیگرده پایین. تو این شمارشه و کجا میخوام بگیرم برم تا بالای 5. خب باک های NDS اینه. NDS میگه 1 2 3 که دیدی میری بالا. خب تا کجا میرم بالا؟ دوباره برمیگردم. من میخوام سوینگ تریدر کنم، سوینگ بخوام کار کنم، میخوام یه دونه معامله بگیرم 4 روز نیام سراغش، میخوام مثلا 5 ساعت نیام سراغش، نمیخوام 10 دقیقه بشینم بالا سر معاملم که ببینم او این رفت از اینجا خورد میاد پایین یا حد ضرر منو میزنه یا نه، حد ضررمو جابجا کنم این بالا بذارم یا نذارم. خب حالا خیلی گیجتون نکنم، خیلی قاطی پاتی نکنم، میخوام مختصر مفید همینجوری دونه دونه زد و ضربی بریم جلو. خب این موج گسترده کجاها دیده میشه؟ موج 1، موج 3، موج 5، موج آ و موج سی. 1 3 5 آ و سی. چرا آ و سی؟ چون آ و سی هم خودشون میتونن 5 موجی باشن. هر جا که موج 5 موجی پیش رو آ و سی، مگه ما نمیگیم که اصلاحی در جهت روند بازار نیست و جهت روند بازار فقط موج پیش رو رخ میده؟ اوکی، ولی خود اصلاحی روند کوچیکی رو به وجود میاره، روند کوتاه مدت، که توی اون روند کوتاه مدت آ و سی در جهت روند کوتاه مدت هستن و بی خلاف جهت رونده. آ میتونه 5 تایی باشه، میتونه هم 3 تایی باشه. سی هم که همیشه 5 تاییه. پیشروه. مثلث هم میتونه باشه ولی پیشروه.
اونم 5 تاییه، حالا با شرایط و ویژگی‌های خودش. پس میتونه تو اینجوری این ویژگی یعنی گسترده باشه. حالا ما توی مثلث‌ها میگیم پهن شده، یا حتی نه همگرا میتونه باشه ولی بزرگ میتونه باشه، بلند میتونه باشه. حالا اینو ولش کن، گیج نشین، بیخیال. پس کجاها دیده میشه موج گسترده شده، گسترش یافته، پیشرو گسترده؟ تو موج 1، موج 3، موج 5، موج آ و موج سی. اینجاها دیده میشه. تو اصلاحیات دیده نمیشه. اینوری تو اصلاحیات دیده نمیشه. تو سه تا جاهای دیگه دیده میشه. موج شکست خورده کجا دیده میشه؟ فقط تو 5 و 30 دیده میشه. به همین راحتی. تمام. خب یه قانون دیگه داریم، قانون برابری. قانون برابری توی الگوهای پیشرو که قانون گسترش یعنی گسترش رخ میده، خب یکی از امواجش گسترش پیدا میکنه، قانون برابری میاد و پک فرما میشه. قانون برابری چی میگه؟ میگه توی موج پیشرو یه موج گسترش یافت، این گسترش یافت، قانون برابری بین دوتا موج دیگه برقراره. این دوتا موج یا با هم برابرن خب مثلا اگه 3 گسترش پیدا کنه 5 و 1 برابر میشن. خب یا با هم دیگه نسبت دارن، نسبت فیبوناچی دارن. یعنی مثلا 1 گسترش پیدا کنه، این 1، این 2، این 3، این 3، این 5، این 1، این گسترش یافته. خب این دوتا مجموعشون با هم دیگه از این کوچیکتره. مثلا چون 61.8% یه عدد فیبوناچی، حالا ما نمیخوایم اینجا در مورد فیبوناچی صحبت کنیم، مثلا فیبوناچی ها رو بداهه این عدداش رو میگیم چون عدد زیادی نیستن که مهمن، ما نمیخوایم حالا اطلاعات فیبوناچی بدیم که حالا این به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. قانون تو ذهنتون باشه، قانون برابری میگه مثلا این گسترش پیدا میکنه، مجموع این دوتا یعنی اول موج 3 تا آخر موج 5 یه نسبت فیبو با این داره حدوداً. کجاها تموم میشه؟ توی محدوده این تموم میشه، 62% تموم میشه، 60% تموم میشه اصلا. خب اینجا تموم میشه. خب موج 1 اگه گسترش پیدا کنه، اگه موج 3 مثلا گسترش پیدا کنه، هم که گفتم 1 با 5 یکی میشن. اگر موج 5 گسترش پیدا کنه، یعنی موج 1 و 3 اینجوری باشه و موج 5 اینجوری باشه، 1 3 5، این هر چقدر هست و این هر چقدر هست، اینا چقدرن؟ این اگر x باشه این دیگه میتونه 1 و 8 اینجوری بنویسم، درصدی بنویسم. این میتونه درصدی 161، یعنی 160%، 101.6 برابرش باشه. این مثلا 100، این 162 نهایت گسترده شده. وقتی میگیم موج 5 داره همینجوری میره بالا، تا کجا میره بالا؟ گسترده یافته، گستردگی یافته است، گسترش یافته است. خب این دوتا مجموعش چقدره؟ انقدر. این میتونه مثلا تا 162% بره بالا، گاهی اوقات تا 262% هم میگیم ما، ولی تو قانون برابری میگه 162% دیگه. اونجا تست بک میزنی دیگه، یه معامله میگیری
اگه رفت بالا دیگه میدونی میره بالا دیگه یه دونه معامله حد ضرر رو گذاشتی. اینجا هی 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 بابا تو کجا تموم میشی؟ اینو نداری، یا 162 یا 262 مثلا. تو قانون برابری میگه اما 162 معمول ترینشه. پس قانون برابری که از روش سیمتری رو هم داریم در نظر میگیریم، تو NDS ما میگیم بهش سیمتری. خب تو سیمتری NDS میگیم امواج اینا هم اندازه همن به علاوه یه چیزی، یه گسترشی. مثلا امواج میتونه گسترش پیدا کنه، مثلا این لگ با این لگ با این لگ احتمالاً برابرن، فقط میتونه مثلا این یه ذره گسترش کوتاه‌تر نمیتونه باشه، گسترده تر میتونه بشه. خب اوکی، این گستردگی رو ما داریم میگیم دیگه. این گستردگی چقدره؟ 10%، 20%، 40%، 100%؟ این چقدر درصد این گسترده تر شده؟ پس سیمتری تو NDS یه ذره شک برانگیزه. خیلی جاها جوابه ها برابر قشنگ برابر فیک، ولی یه جاهایی هم خب گیج کننده میشه. و قانون برابری داره کلی‌تر و با جزئیات بیشتر، هم کلی‌تر هم با جزئیات بیشتر. خب پس چی شد؟ وقتی 3 گسترش پیدا میکنه 1/5 برابرن به همین شکلی. وقتی 1 گسترش پیدا میکنه 3 و 5 هر چقدر باشن، 1 هر چقدر باشه 3 و 5 دیگه نهایتاً مجموعشون میشه 62%. این 62%، 61.8% این. خب وقتی موج 5 گسترش پیدا میکنه، این 5 این هر چقدر باشه این 1.6 برابرشه. این 100 پیپ رفته بالا، این 162 تا پیپ میتونه بره بالا. این 1000 پیپ رفته بالا، این 1600 پیپ میتونه بره بالا. این 10 پیپ رفته بالا، این 16 پیپ میتونه بره بالا. به همین راحتی. این پس شد قانون برابری. پس ما 4 تا قانون داریم. بیا اینجا 4 تا قانون داریم که اینا چیزایی نیستش که شما بخوای هر دقیقه توی ذهنت حساب کتاب کنی. اینا رو باید بره ملکه ذهنت بشه، مثل جمع و تفریق میمونه. قانون همانندی، برای اینکه تشخیص بدیم کدوم موجه کدوم ریز موجه. 2 تا موجی که بغل هم دیگه هم موجن یا ریز موجن، اصلا اندازه هاشون سایزاشون به هم دیگه میخوره که با هم دیگه یه ساختاری رو تشکیل بدن یا نه. قانون همانندی، پس قانون همپوشانی. قانون همپوشانی میگه بر اساس همپوشانی موج 4 و 1 امواج پیشرو به 2 دسته تقسیم میشن، یا روندارن یا انتهاییان. امواج روندار 5 3 5 3 5 ان، امواج انتهایی 3 3 3 3 ان. امواج انتهایی طبق گفته خودش که انتهاییه فقط تو انتهای روندها شکل میگیره. یعنی کجاها؟ یعنی موج 5 و موج 30. امواج ناقص هم همونجا تشکیل میشه، اما امواج انتهایی ساختار 3 3 3 3 دارن، اما امواج شکست خورده یا ناقص ساختارشون همون 5 3 5 3 5. این قانون همپوشانی. قانون بعدی قانون تناوب. میگه چی؟ میگه 2 تا موج مجاور همدیگه، اصلاحی ها رو داریم در موردش صحبت میکنیم. تو قانون تناوب در مورد اصلاحی ها میگه 2 تا موج مجاور همدیگه که اصلاحی هستن، یا 2 تا موجی که توی مسیرن، توی پیشروان و اصلاحی هن، یعنی 2 و 4 باید منحصر به فرد باشن، خاص باشن. از چه نظرهایی؟ یا زمانشون باید با هم دیگه منحصر به فرد باشه، شکل هم نباشه، یا قیمتشون شکل هم نباشه، یا ساختارشون شکل هم نباشه، یا تعداد بخش هاشون پیچیدگیشون شکل هم نباشه، یا شدت و حدتشون، یعنی اون مقدار برگشتی که داره میکنه، موج قبلش رو برمیگرده و بازگشت میکنه و اصلاح میکنه نباید یکی باشه، یا ساختارشون، یعنی یکی زیگزاگه یکی مسطح باشه، یکی مثلثه اون یکی نمیدونم زیگزاگ باشه، عین هم دیگه نباشن. یکی هم قانون برابری. قانون برابری میگه تو موج گسترده، تو موجهای پیشرو که گستردگی اتفاق افتاده
وقتی گستردگی اتفاق میفته این موجهای دیگه یا با هم دیگه برابرن از نظر قیمت زمان، یا اینکه یه نسبتی دارن، یه نسبت پیبویی دارن با هم دیگه، یه ارتباطی با هم دیگه دارن. به هر حال این 4 تا قانون تمام. فکر میکنم واسه این جلسه بسه، توضیحات تموم شد تا اینجا. من میخوام روابط فیبوناچی رو تو گسترش ها بهتون بگم که این جلسه خیلی طولانی شد، میذاریم برای جلسه بعدی. پس فاز انگیزشی 2 بخش میشه: فاز پیشرو، الگوهای پیشرو، امواج پیشرو، یا مثلث‌های قطری. پیشرو خودش 2 نوعه، یا ناقصه یا ناقص و شکست خورده است، یا گسترده و گسترش یافته است. مثلث‌های قطری هم خودشون 3 نوعن که اونا رو بعداً بهتون میگم دیگه. خب ما امروز این جلسه پیشروها رو بررسی قرار دادیم. ناقص رو گفتیم، ناقص شکست خورده رو گفتیم، مکانش رو، جای تشکیل شدنش رو گفتیم، گسترده رو هم گفتیم. فقط من الان باید روابط فیبوناچی تو گسترش ها رو بعداً براتون بیشتر باز کنم که الان دیگه خیلی طولانی میشه، میذاریم برای جلسه بعد. و همچنین مثلث های قطری هم یه گوشزدی بکنم تو به گوشتون آشنا بیاد. قطری‌ها یا قطری آغازیان، یا قطری پایانیان، یا قطری پیشتازن. آغازی‌ها معلومه آغاز روند اتفاق میفته، پایانی‌ها معلومه پایان روند اتفاق میفته، پیشتازها هم مشخصه جاییه که روند پیش میره، یعنی وسط روند اتفاق میفته. اینا هم در آینده میگیم. خدا یار و نگهدارتون باشه. اگه سوالی داشتین حتما کامنت بذارین، جواب میدم. مراقبت. خدا نگهدار.